Hey guys, salam alaikum. Today we are going to learn about a modal verb can. Okay? Yani imruz mo dar boray feli modali can yani тавонистан می‌آموزیم. Okay? Let's go. See. Modal verb can yani can چی میشه است؟ тавonistан. طرز استفاده بردن این چی خلاص؟ این خیلی آسان است. Okay? It's very easy. Concentrate. اگر ما چیکار کنیم؟ کمی اهمیتیه. کمی دقتیه. نگاه کنیم. So I, you, he, she, it, we, you, they. با همه همین ها can یک خیلی استفاده میشه. Okay? I can یا اینکه چی؟ You can یا اینکه he can, she can, it can, we can, you can, they can. Okay? همه همین ها چی میشه؟ یک خیلی میشه. پس اون بعد از اینها برای ما چی لازم است؟ بعد از اینها برای ما فعل ها لازم است. Okay? Read خوندم. Write نوشتن. Eat خوردن. Play بازی کردن. Go رفتن. Jump جهیدن یعنی پریدن. Okay? اگر شما میگین که چی؟ من خوندم میتونم یا اینکه نوشتن میتونم یا که او میتونم ما میتونم. But just we need what? برای ما چی لازم است؟ برای ما لازم است فقط بگیم چی؟ I can read. Okay? یا اینکه we can play. یا اینکه they can go. ما داوم اینو چیکار میکنیم؟ خودمون میگذاریم که چی کار کردن میتونیم. For example, let's say مثال I can read a book. یا اینکه چی؟ You can play football. Yes? یا اینکه چی؟ We can go to university. یا اینکه they can jump high. Okay? So it can go fast. She can play tennis. He can eat chili. You can write in English. Okay? Very easy, right? Now, so if we go to negative, اگر ما همین چی کنیم انکار کنیم برای انکار کردن چی ناقدر دشوار است. ما فقط چی کنیم؟ بعد از can چی میگذاریم؟ not. دیدن؟ و not رو چیکار میکنیم؟ با can یک جای نوشته میکنیم. میچسبونیم. اوکی؟ cannot یا اینکه در شکل کوتاه میتونیم استفاده بریم چی خیلی در شکل کوتاه میشود؟ can't یعنی تلفظش چی میشه؟ در خبری ما میگیم can در انکاری can't can't okay اگر که نمیتونم پس اون همین خیلی بکنیم I can't read a book یعنی من کتاب خواندن نمیتونم یا اینکه you can't play tennis یعنی شما چی تنیس بازی کردن نمیتونید یا اینکه they can't jump high یعنی اونها بلند چیکار کردن نمیتونن پریدن نمیتونن جهیدن نمیتونن. Yes? یا اینکه چی we can't go to university ما بعد دانشگاه رفتن نمیتونن. Okay? So this is about negative یعنی این چی بود؟ طرز انکاری فعل مدلی can یعنی тавonistان. Okay? So let's go to question. اگر ما اینو چیکار کنیم سوالی کنیم اگر ما خواهیم که سوال پرسیم از یکون کس تو همین کار کردم میتونیم بگیم پس اون برای ما چی لازم است نگاه کنیم برای ما فقط چی میکنیم و چی نوت رو از اینجا ما برداشت میکنیم نوت رو میگیریم و کن رو خودش رو چیکار میکنیم دیدیم کن رو ما چیکار میکنیم از اینجا با این سو میگذاریم یعنی با پیش اوکی پیش از شخص ها میگذاریم علاقه جمله رو چی میشه question سوالی مثال so can you read a book یعنی شما کتاب خوندن میتونید یا اینکه can we go fast میتونیم تستر رویم یا اینکه can they jump اونها چی جهیدن میتونن یا اینکه can he write in English او با انگلیسی نوشته میتونن یا اینکه can you play tennis شما تنیس بازی کردن میتونید this is about the verb can یعنی انا مین چی است؟ فعل can. Okay? Don't forget to click like
and subscribe. Thank you for watching. Goodbye. See you next class.